به نام الله بخشاینده مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشاگران عزیز، در دنیا بسیار خلق و ملت ها هستند، اما نزد الله قیمت و ارزش انسان به ذات و ملت نیست، نه به رنگ پوست، نه به زبان و نه به سرزمین. ارزش حقیقی انسان ایمان و عملهای است. اما آیا تو میدانی که الله تعالی در قرآن از کی با نام بدترین خلق یاد کرده است؟ نه از یگان ملت، نه از یگان قوم، بلکه از گروه آدمانی که حق را دیدند ولی رد کردند. الله تعالی در سوره انفال آیت 22 می فرماید، ترجمه معنا: بدترین جانوران نزد الله آنهایند که کر و گونگند و عقل نمی کنند. یعنی حق را می شنوند اما گویا نمی شنوند، دلیل ها را می بینند اما چشمانشان بسته است، می دانند که راست است ولی با کبر و خودپسندی رد می کنند. اینها آن آدمانی اند که الله آنها را بدترین خلق نامیده است، نه برای آن که آنها کمند، بلکه برای آن که حق را دیده انکار می کنند. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: بدترین آدمان نزد الله آنهایند که دو روی دارند، نزد یک گروه با یک روی می درآیند و نزد دیگران با روی دیگر. این سخن تنها درباره منافقان نبوده است، این آگاهی است برای هر یکی ما. آیا ما هم بعضا روی دیگر میگیریم؟ آیا ما در پیش مردم یک چیز میگوییم ولی در پشت آنها دیگر گپ میزنیم؟ دورویگی و ریا بدترین زهر برای دل است. آن محبت را میکشد و راستی را از بین میبرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم همچنین فرمودند: بدترین بنده نزد الله کسی است که مردم از شر، یعنی از بدی زبانش دوری جویند. حدیث ترمذی. یعنی کسی که مردم از او میترسد، چون میدانند اگر چیزی بگویند تحقیر میکند یا میخندد یا غیبت میکند. آنهایی که با زبان خود به دیگران آزار میرسانند، حتی اگر نماز خوانند یا روزه بگیرند، اگر دلها را میشکنند، آنها نزد الله بدترینند. پس بیا فکر کنیم، آیا ما حق را میشنویم ولی گویا که نمیشنویم؟ آیا ما راستی را میدانیم ولی با آن عمل نمی کنیم؟ آیا ما با آدمان با دو روی برخورد میکنیم؟ سوال: بدترین خلق نه دیگرانند، بلکه ما هر آن وقتی که حق را خودمون ترک میکنیم. الله تعالی نمیگوید که بدترین تاجیک یا بدترین عرب است، نه. الله تعالی میگوید بدترین آنهایند که نمیفهمند و حق را رد میکنند. حقیقت این است که الله تعالی ما را برای ذات نه، بلکه برای آنچه در دلهایمان و عملهایمان است میسنجد. پس کوشش کنیم که از بهترین خلق نباشیم، بلکه از آنهایی باشیم که میشنوند و میفهمند و عمل میکنند.
الله تعالی ما را از دورویگی، از کیبر و از بدی زبان نگه دارد و ما را از بدترین خلق به بهترین خلق تبدیل دهد. خلقی که حق را میشناسد و به آن عمل میکند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.